خب آیتم تو چیه؟ آیتم من مثل همیشه یه چیز خیلی خوب، ماشین حساب. ماشین حساب. آیتم من یه دونه هنسفریه. خوبه. خب تو بگو اول. خب تو میتونی خب اون گوشیاش بندازی روی میز؟ گوشیاشو؟ آره از بالای میز. خب قشنگ معلومه هنسفریه. خب تو من باید بگم. گفتی ماشین حسابه دیگه. بالا پرتابش کن. نمیخواد حالا زیاد 100% ماشین حساب نیست. بعد خب بگو دیگه. میتونی اون دکمه میکروفونشو فشار بدی؟ دکمه میکروفون فکر نکنم قدی صدا بده. صدا میده بزن. شنیدم. خب حالا تو نه دکمه‌هاشو میتونی بزنی اگه میگی ماشین حسابه. آره. خب اوکی تو بگو. میتونی بکشیش رو میز اینجوری. خب تو بگو. من واسه آیتم یعنی آخریش یکم انگشتو بخراش روش. پشتش دیگه. آره دیگه. آره. صدا نمیده. خب میخوام حدس بزنم واسه تو ماشین حساب نیست. واسه تو هم هنسفری هست. بردم. خوبه. لایک و فالو فراموش نشه.